مولای نصرالدین از کدخدای ده یک الاغ به قیمت 15 درهم خرید و قرار شد کدخدا الاغ را فردا به او تحویل بده. اما روز بعد کدخدا سراغ ملا نصرالدین رفت و گفت متاسفم ملا، خبر بدی برات دارم. الاغ مرده. ملا نصرالدین جواب داد ایرادی نداره، همون پولم رو پس بده. کدخدا گفت نمیشه، آخه همه پولو خرج کردم. ملا گفت باشه، پس همون الاغ مرده رو به من بده. کدخدا گفت میخوای باهاش چه کار کنی؟ مولا گفت میخوام باهاش قرعه کشی برگزار کنم. کدخدا گفت مگر میشه یه الاغ مرده رو به قرعه کشی گذاشت؟ مولا گفت معلومه که میشه، حالا ببین، فقط به کسی نمیگم که الاغ مرده. 1 ماه بعد کدخدا مولا نصرالدین رو دید و پرسید از اون الاغ مرده چه خبر؟ مولا گفت به قرعه کشی گذاشتمش و اعلام کردم فقط با پرداخت 2 درهم در قرعه کشی شرکت کنید و به قید قرعه صاحب یک الاغ شوید. به 500 نفر بلیت 2 درهمی فروختم و 998 درهم سود کردم. کدخدا که هیچ برگی براش نمونده بود پرسید هیچ کس شکایتی نکرد؟ مولا گفت فقط همونی که الاغ رو برده بود. من هم 2 درهم به اون پس دادم. اگر با هوش مولا حال کردی برام بنویس. بله.